این هفته خبر تو خبر داره براتون از سفر گالیوری خامنه‌ای به خراسان و تنگ شدن 2-3 سایز دیگه حلقه تحریم دور گردن عظما. سفر رهبر انقلاب به شیروان دارالمسلین. و مردم ولایت مدار این شهر برای استقبال از مقتدای خود بی صبرانه لحظه شماری می کند. هدف خامنه‌ای از سفر به خراسان با 2000 نفر خدم و حشم ضمیمه زیر تهدید قیام و در آستانه انتخابات برای همه مشخصه. مخفیکاری عظما در مورد بدبختی‌های نظام که این سفر رو بهش تحمیل کردن بامزه بود. اومد ایز گم کنه راه رفت. حرفاش بیشتر به تیترهای مجله بانوان میخوره. ایشان سخنان خود را با نوعی آسیب شناسی عینی ادامه دادند و به طرح سوالات متعدد پرداختند. چرا در برخی مناطق طلاق زیاد شده است؟ چرا در فرهنگ رانندگی انضباط لازم رعایت نمی شود؟ الزامات آپارتمان نشینی چیست؟ آیا رعایت می شود؟ الگوی تفریح سالم کدام است؟ آیا در معاشرت‌های روزانه همیشه به هم راست می‌گوییم؟ طراحی لباس‌ها و معماری شهرها چقدر منطقی و عقلانی است؟ آیا حقوق متقابل زن و شوهر و فرزندان در خانواده‌ها به طور کامل رعایت می‌شود؟ البته مشت قیام که خورده تو شکم عظما باعث شد حرفای اصلیش پلقی بزنه بیرون. ما در چند ماه بعد از این مسئله انتخابات را داریم. تا قبل از انتخابات و در خود انتخابات باید همت همه مسئولین این باشد که آرامش سیاسی کشور را حفظ کنند. در کنار ولی فقیه که هنرپیشه اصلی این فیلم کمدی بود، یه تعداد بازیگر نقش مکملم بودن که به زور از بخش بشنگستان خارجشون کردیم که همینجا همراه ولی فقیه ببینیمشون. اولیش این کاندید اسکاره که با ایجاد یک صحنه بسیار تکان دهنده و تاثیرگذار از فیلم هندی سنگام هم بیشتر اشک امت همیشه در صحنه رو در میاره. اما بازیگر بعدی از اینم پپه‌تره. سناریو یادش میره، مجبور میشن اولش رو بهش برسونن. این عکس چی داره انقدر نگاش میکنی؟ معنویت، عشق. یه تعداد دیگه هم از این هنرپیشه‌ها بودن که بهشون توصیه میشه قید هنرپیشگی رو بزنن و به ساندیسخوری کلاسیک بسیجی قانع باشن. مایی که توپل مپلن مهربون هم هستن ها؟ شاید هم. الان خیلی خوشحالم نمیتونم صحبت کنم. نهیدیشون لذت نبردی واقعا؟ نمیتونم. ابرقدرت نیست. این هفته تحریما کاغذپاره‌های اتحادیه اروپا جیغ عظما رو تا خارج از جو رسوند. قطع شبکه‌های رادیو تلویزیونی برای آخوند دجال از قطع اکسیژن سخت‌تره، مخصوصا وقتی ارتباطش با کله پا شدن نظام روشن باشه. اینا شروع کردن رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران رو مورد ترور قرار دادن. یعنی الان خود این هاتبرد شبکه‌هایی که گروه‌های تروریست، چه در واقع تروریست‌هایی مثل سازمان منافقین، مجاهدین خلق، اینا درشون وجود داره پخش میشه. البته هیچ کسی توقع نداشت که این اتفاق بیفته. البته زمزمه‌هایی بود ولی با این سرعت و با این گستردگی فکر نمی‌کردیم. مهمترین موضوع بهش بپردازیم و بهش فکر بکنیم اینه که در چه زمانی داره اتفاق میفته. یعنی خود تحلیل زمان مهمه که چرا این اتفاق در این زمان داره میفته، چرا مثلا 6 ماه قبل اتفاق نیفتاد، چرا پارسال اتفاق نیفتاد. چون این بعضی که شبکه‌های ما دارن مدت بوده و اینا دیدن که برسات مخاطب داره نداره هر چیز، این یک وضع. چرا درست در این بره زمان تو این 2 ماه اخیر به خصوص که تشدید فشار روی ایران برای به زانو در آوردن ایران، تسلیم کردن ایران
از هر ابزاری که بخوان استفاده بکنن الان دارن استفاده میکنن. این هم یک نمونه جالب از اشوه شتوری و مظلوم نمایی گراز. حتما خبر قطع پخش برنامه‌های شبکه‌های برون‌مرزی صدا سیما از ماهواره اروپایی هاتبرد رو شنیدیم. شما اسم این کار رو چی می‌ذارید؟ سانسور؟ قطع صدای حق؟ قطع جریان آزاد اطلاعات؟ آزادی بیان تا اونجایی محترم هست که با منافع و خواسته‌های غرب در تعارض نباشه. بنگاه تولید و صدور مشنگ تیویریش اونقدر دستش پره که با وجود تأمین کاندیداهای بخش مشنگستان خودش کم نمیاره یه چیزی تو مایه‌های لالیگا یا پرمیر لیگ. بچه‌های سال 42 یعنی قنداقی‌های سال 42 که امام عنوان کرد که نیروهای من تو قنداق‌ها هست. تقریبا همه چیز رو که دارن از امام دارن. ناخدا آهاب مشخص نکرد که اون چیزایی که بچه‌ها تو قنداق دارن دقیقاً چی هستن. امام چرا رفته بود دنبال تأمین این مواد؟ آیا خود این سردارم جزو هموناست؟ و یه تعداد سوال دیگه. با توجه به رقابت سختی که توی نظام برای کسب مقام در این بخش وجود داره، شاید مجبور شیم از هفته آینده رقابت‌های مقدماتی و انتخابی برگزار کنیم. فعلا به عنوان دستگرمی این آخوند شوت رو داشته باشین که به بهانه رویت ما رفته پشت تلسکوپ، ولی جهتگیریش چندان به سمت ما هم نیست. میان ماه او تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. میخواستیم اسمشو بذاریم حجت الاسلام گالیله، ولی دیدیم به کف بیشتر شباهت داره که سرش رو برده تو دوربین و از دنیای بیرون بیخبره. شرکت کننده بعدی حجت الاسلام آلاموده که رنگ لباسش رو از تیم ملی فرانسه اقتباس کرده. ایشون با یک بحث عمیق فلسفی دست هگل رو از پشت قپونی بسته. من امروز عرض کنم به بینندگان عزیزمون که صبر با تحمل خیلی فرق میکنه. ما وقتی بررسی کردیم دیدیم صبر و تحمل 3 تا فرق اساسی با هم داره. نگه دارید فرق‌ها رو؟ بله خواهش می‌کنم. صبر و تحمل رو نگه می‌داریم. میگن تو این نقطه چند صد میلیون نفر نتونستن هیجان انتظار رو تحمل کنن و دیگه در بین ما نیستن که فرق صبر و تحمل رو از حجت الاسلام بطلمیوس بشنون. و آخرین شرکت کننده این هفته حجت الاسلامیه که با پای راست وارد صحنه فوتبال شده و روی نیمکت ذخیره‌ها مسابقه کرده که بیشتر به یک تکل از پشت به فیفا محسوب میشه. اگه کسی فهمید چی میگه میتونه یه کارت زردی قرمزی چیزی بهش نشون بده که کارش راه بیفته. به سالن مسابقات اومدن و مسابقات گرامی داشته شهدای 28 دی سنندج رو دارن از نزدیک تماشا میکنن. حاج آقا خسته نباشید. بفرمایید که برگزاری این گونه مسابقات رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی سیدنا محمد و آله و اصحابه و اتباعه اجمعین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خیلی متوجه میکنم حضور حضراتی که به عنوان مهمان به این جشن باز تشریف آوردند و نزول ایجاد فرمودند. جنگی بی سابقه است. انشاءالله خدا دیگر اون موضوع را به من نشان نده. الحمدلله الان ما اون موقع هیچی نداشتیم، ولی الان ما 70 میلیون ایرانی اقلا نصف از فوق تخصص متخصص دکترا هستند. ما بی سواد نداریم الحمدلله. علما داریم، دانشمند داریم، پهلوان داریم، تمتن داریم، قدرتمند داریم. و من گفتم در پایان توجه شما رو به یک انیمیشن نیمه وطنی نیمه خارجی که حاصل همکاری یک هموطن لور با کمپانی والت دیسنیه جلب می‌کنیم. بارون بارونه هی پشو درد جونم بیاره موونه بیام گل باغمی توی چاش چراغمی توی گردن یار وحونه عزیز دلم توی پشو هی
دست به و دستم داره موثر بو دیومنی توی پشو جوم از بی دردت میان جونم دردت میان جونم هرگز نی مری ساوری خوشی دنگی بیاری پشو باکوشی پشو چاوشی جادری جوی منونم چه تاوان دیوافوی کوبی بگوی درد جونم بادنا